مثلا استاد نماز فرض ما میخونیم، بعد تسبیح گفتند یکم آیت کرسی را میخونیم، بگیم تسبیح، سریم لا اله الا الله وحده لا شریک له. در همین بسیار مسجدها همین کارا میکنن. در برنامه شما دیدیم استاد، شما خیلی دیگه یکم میگین لا اله وحده لا شریک له، باید تسبیح با آیت کرسی خیلی میگین. مثلا طبق سنت خیلی استاد. طبق سنت شما میگویید که نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که کسی که 33 بار سبحان الله گوید، 33 بار الحمدلله گوید، 33 بار الله اکبر گوید، یک بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر، 100 میشه، گناهاش بخشیده میشد. گفتم اگرچه مثل کفک دریا باشد یا بحر باشد، یعنی ترتیبش همین خیلی است. ولی دیگر ترتیباش هم از دشوارتر، مثلا 25 مراتب سبحان الله، 25 مراتب الحمدلله، 25 مراتب الله اکبر، 25 مراتب لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر 100 میشه. المهم همین 100 شود، لیکن مشهورش همون 33 33 1. بعد این آیت الکرسی، فلق، اخلاص، فلق، ناس. اگر رفت یک آدم اول آیت الکرسی خواند و سوره اخلاص و فلق و ناس 3 مراتبگی خوانده شده، ثانی سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله وحده لا شریک له گفتم مایلش. فهمیدید؟ یعنی این ترتیبی اول ذکر کردگی ما بهتر، لیکن اینش گفتم درست است.